بسیار خیلی دوست خوبم. بسیار خب حسن آقا بفرمایید شما چیزی می‌خواستین بگید؟ آقای عاشقان عزیز پشت صحنه که بودیم من دیدم سرفه می‌کرد. سیگار می‌کشی شما؟ نه. خب یه خاطره برات بگم آقای عاشقانی از دوستان. از سیگاریا؟ نه از دوستان آقای محمدرضا خان. بله خواهش می‌کنم. محمدرضا میگه یکی از رفقام یه جوری سرفه میکنه انگار 20 سال سیگار میکشه در حالی که 19 سال سیگار میکشه. شما فکر کن این یک سال چه توفیقی میکنه. بعد یکی دیگه از رفقاش که خیلی آدم باحالیه میگفت که من در یک مجله علمی میخوندم در خصوص مضرات سیگار که سیگار عامل سرطان و خیلی از بیماری‌های مرگاور و خطرناکه. میگفت انقدر ترسیدم که دیگه تصمیم گرفتم دیگه مجله نخونم. آها سیگار نه اما سیگار ترک نکنه. آره مجله دیگه نخونه. بله. اصلا آقا شما که فامیلتون ریوندیه. بله. ریوند هم اسم جاییه چون حالا حرف از واژه ریوند در لغتنامه ده خدا به معنی ریشه ریواسه. ریواس خوردید حالا؟ بله بله خیلی هم خوشمزه. فکر کن چیز خوردنی باشه در این دنیا ما شما نخورده باشیم. بله. ریشه ریواس معنیش و یک روستایی با قدمت چند هزار ساله که آتشکده آذربرزین مهرم در روستای ماست. خب کجا هست اون وقت روستای ما در واقع در 35 کیلومتری شهر زیبای سبزوار واقع شده و آقای حسین خانی عزیزم که سرشو میخارونه که من برم میخوام بخونم نمیرم. خب بخون دیگه. به جون خودم تا بینندگان عزیز منو حمایت میکنن هیچ کاری نمیتونی بکنی. اصلا اخراج شما. پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره. محمدرضا دوست داری یه کوچولو با توجه به که ایده بله زنده یاد ناصر عبداللهی خدایش رحمت کند و روح شاد یه کار زیبا بخونم از زنده یاد فرهاد با توجه به اینکه عید سعید مبعث هم هست. بله. کاری بسیار زیبا و ارزشی که تقدیم کرده به ساحت مقدس نبی گرامی اسلام حضرت رسول. بسیار بله. والا پیام دار محمد آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار. والا پیام دار محمد در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا جان هست بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم. والا پیام دار محمد. صلوات قشنگ بفرستید. الله محمد واجب تشویق شما فراموش نشه. این درصدم معنی که من باس برم حالا نه به این صراحت ولی چیزی شبیه این. محمدرضا حسینی میگه من صابون گرفتم رفتم دستشویی خودم کف کردم صابونه کف نکردم. من صابون از کجا خریده بود؟ چی بوده اصلا جنسی این صابون؟ خب امیدوارم که بینندگان عزیز بهشون خوش گذشته باشه. قصد ما این بود که لحظات شادی رو برای شما ایجاد کنم در کنار دوستان محمدرضا عزیز از رفقای بنده است. اگر باهات شوخی کردم سر کردم میدونی که دوستت دارم زدم باهات ببخشید من عذرخواهی میکنم. یه جمله‌ای هم همیشه میگفتی میدونی که خیلی گلی فداتون بشه. بله. ولی هر چی گل نه اصلا میبینی همین گل ها در مقابل تو مصنوعی میشن. خیلی گلی خیلی باحالی که من اگر تمام گل های دنیا رو به پات بریزم بازم پات بو میده. یه خورده پاتو بشو ثواب داره خوبه برای اطراف. اصلا بینندگان از ایشون نمیذاره یه آب خوش از گلوی ما پایین بره تا میام یه ذره جمع جور کنیم یه چیزی دیگه ای ما با آقای محمدرضا خان کنار دریا قدم میزدیم دیدم خیلی تو فکر. گفتم محمدرضا به چی فکر میکنی دقیقاً؟ میگه با خودم فکر میکنم اگه همه آب دریا آبگوش بود دقیقاً چقدر نون لازم بود که توش تیلیت کنیم. همش به خوردنی فکر میکنه. ان شاءالله که همیشه تن سلامت باشه لبت خندان. ان شاءالله که بینندگان عزیزمون همیشه سلامت باشن و دلشون شاد و لبشون خندان. دارم حرف میزنم. مرسی الان که موقع بوسیدنه و برم. عید همتون مبارک. عید بسیار خوبی داشته باشین و ان شاءالله که بازم بتونم بیام و خدمتگزار شما باشم. به افتخار آقای حسن ریوندی دست خوشگل بزنید که امروز فضای برنامه ما رو شادتر کرد. آقا این کاغذاتون هم فراموشتون نشه. اینا دیگه برای شما باشه. اگه چیزی مونده تو را بگو برو درباره محمدرضا. در مورد محمدرضا می‌خواستم مطلب بگم الان دیگه روم نمیشه. بخونم بازم برم. بخونه برو. الان من رو آنتنم. بله 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 رو آنتن. پس چرا نمیافتم؟ آنتن چقدر پهن شده. آره. خب اشکال نداره من بخونم. همون ناصر یه بار دیگه بخونم برای دوستان ها. پشت این
پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته حسن داره از استدیوی تو میره، تازه احساس میکنم حالا وقت رفتنه، تازه احساس میکنم